در شهر خوجند چمپیونات ولایت سوخت اوید با بوکس بین نورسانی 14-15 ساله برگزار شد. این چهاربینی ورزشی طبق نقشه چهاربینی‌های ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت و فدراسیون بوکس ولایت با مقصد معین نمودن بهترین بوکسچی‌های نورس ولایت و سفربر نمودن آنها با چمپیونات و مسابقه‌های جمهوریوی راه اندازی شد. در چمپیونات مذکور بیش از 150 نفر مشتزن نورس از همه منطقه‌های ولایت اشتراک نموده در وزن‌های از 46 کیلوگرم تا بیش از 80 کیلوگرم بین هم زورآزمایی کردند. در بین بانوها موهبه یوسفова و دلشوده تردیقل و در وزن‌های 46 و 57 کیلوگرم مهارتی بلند نشان داده همه حریفانشان را شکست دادند و صاحب مقام‌های اول گردیدند. در وزن 46 کیلوگرم بین پسران انوشروان صدیقوف از شهر خوجند، در وزن 48 کیلوگرم فیروز بایمتوف از شهر خوجند، در وزن 50 کیلوگرم محمد شاکیروف از شهر اسفره و در وزن 52 کیلوگرم جومنظر خداینظرов از شهر استرفشان صاحب مقام‌های یکم شدند. همچنین در رقابت‌های نهایی در وزن 54 کیلوگرم بهروز عمروف از شهر خوجند، در وزن 57 کیلوگرم شیرزاد جان قیوموف از شهر استرفشان، در وزن 60 کیلوگرم ادریان دمیان از شهر خوجند، در وزن 63 کیلوگرم امیرخان عبدالستاروف از شهر کنی بادام صاحب مقام‌های یکم شدند. در وزن 66 کیلوگرم سهراب توخسنبویف مشتزن شهر خوجند، در وزن 70 کیلوگرم روزیبگ میرواتوف از شهر استرفشان، در وزن 75 کیلوگرم میرزا رحمت احمدوف از شهر کنی بادام، در وزن 80 کیلوگرم شهرخ ناصروف از شهر خوجند و در وزن از 80 کیلوگرم بالا محمد فرید امانجانوف از شهر خوجند همه حریفان خود را شکست داده و گرفتن عنوان چمپیون ولایت سوخت بین نورسان مشرف گردیدند. والیبال جایزه‌داران چمپیونات ولایت سوخت اوید با بوکس بین نورسان با مدال افتخارنامه‌های ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت و فدراسیون بوکس ولایت قدردانی کرده شدند. مشتزن‌های بهترین نورس من بعد در مسابقه و چمپیونات‌های جمهوریوی و بین المللی ولایت سوخت را معرفی می‌نمایند.